تاریخ پر از داستان‌های عجیب و غریب، وقایعی که حتی با گذشت سالها همچنان مرموز و بی‌پاسخ مانده‌اند. تو این ویدیو به 5 اتفاق وحشتناک و مرموزی میپردازیم که ذهن بسیاری رو به خودش مشغول کرده و هنوز هم هیچ کسی نمیدونه حقیقت واقعی چی بوده. واقعه اول، حادثه دیاتلوف پس. تو زمستون سال 1959 گروهی از کوهنوردان با تجربه شوروی به کوههای اورال سفر کردند. اما پس از چند روز هیچ خبری از اونها نشد. وقتی تیم جستجو اونها رو پیدا کرد، صحنه‌ای وحشتناک پیش روشون بود. چادرهای پاره شده از داخل، جسدهایی که در حال فرار از چادر در برف و یخ مرده بودند. برخی از اونها لباسهایشون رو در آورده بودن و برخی دیگه دارای جراحاتی بودن که توضیح علمی برایشون وجود نداشت. نظریه هاشون هم اینه که اتفاقات ناشی از یک حمله نظامی آزمایشگاه مخفی بوده. بعضیان به این تئوری‌های ماورایی اشاره می‌کنن، مثل موجودات فرازمینی. با این حال حقیقت ماجرا همچنان در حاله‌ای از ابهام باقی مونده. واقعه دوم، ناپدید شدن پرواز مالزی MH370. در 8 مارس 2014 پرواز MH370 از کوالالامپور به پکن ناپدید شد. 239 نفر از جمله مسافران و خدمه پرواز در این هواپیما بودند. بعد از چند ساعت پرواز ارتباط با هواپیما قطع شد و تا به امروز تنها قطعات کوچکی از اون تو سواحل اقیانوس هند پیدا شده. فرضیه‌های مختلفی هم وجود داره، از خرابکاری یا خودکشی خلبان گرفته تا سقوط به دلیل نقص فنی یا حتی ربایش توسط نیروهای ناشناخته. اما واقعیت اینه که هیچ کس هنوز نمیدونه چه اتفاقی برای این هواپیما و سرنشیناش افتاده. واقعه سوم، حادثه ماری سلست. تو سال 1872 کشتی ماری سلست تو اقیانوس اطلس رها شده پیدا شد. تمامی خدمه و مسافران کشتی ناپدید شده بودند، اما همه چیز در کشتی به خوبی و نظم باقی مونده بود. هیچ نشانه‌ای از درگیری یا مشکلی وجود نداشت. از شورش خدمه گرفته تا حمله دزدان دریایی یا حتی تئوری‌های مربوط به ماورالطبیعه، از نظریه‌هاش همگی هم برای توضیح این حادثه پیشنهاد شدن، اما هیچ کس از این نظریه‌ها نتونسته پاسخ قطعی ارائه بده. بعد از مرگ ناپلئون در جزیره سنت هلنا، گزارش‌هایی از دیده شدن شبح در اطراف مقبره‌اش وجود داره. برخی از شاهدان ادعا دارن که سایه‌های اون در کنار آرامگاهش دیدند. این گزارش‌ها باعث شد که برخی باور کنن روح اون هنوز آرام نگرفته. هرچند که این داستان ممکنه فقط یه افسانه باشه، اما همچنان شایعاتی درباره بازگشت شبح ناپلئون تو تاریخ وجود داره. تنگه رنکون در کاستاریکا با افسانه‌های محلی زیادی همراهه. گفته میشه این منطقه میزبان نیروهای شیطانی و ماوراییه. چندین حادثه ناپدید شدن و مرگ مشکوک تو این منطقه گزارش شده، اما هیچ یک از اونها توضیح روشنی نداشته. برخی هم معتقدن این منطقه توسط ارواح خبیث تسخیر شده، در حالی که دیگران به دخالت نیروهای طبیعی خطرناک اشاره میکنند. این 5 حادثه تنها نمونه‌هایی از وقایع وحشتناک و مرموزی هستند که تاریخ به خود دیده. هنوز هم بسیاری از این معماها بدون پاسخ باقی مونده و شاید هرگز هم به حقیقت پی نبریم. اگر از این ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو درباره این وقایع مرموز تو قسمت کامنت با ما به اشتراک بذارید. همچنین فراموش نکنید که کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای آینده باخبر بشید.